کارمندان باجخانه فرودگاه استرخان و ولگراد روسیه در نیمه اول سال 2022 از مسافرانی که از تاجیکستان می‌آیند بیش از 90 کیلو نوس مصادره کردند. در این باره خدمات مطبوعات گمرک استرخان خبر داد. سردار باجخانه فرودگاه ولگراد دمیتری کلیتسوف به خبرگزاری محلی سوس اینفورم بیورو گفت مقدار اعظم بزرگ نوس مصادره شده 4 کیلو بود که از دو مسافر تاجیکستان گرفته شد. در بغاج آنها یک نوع مواد خوکا دیده میشد که در پاکت‌های پولوئتیلنی جابجا شده بود. تشخیص نشان داد که این مواد نوس بوده است. نقل کرده است دمیتری کلیتسوف. سردار باجخانه فرودگاه استرخان پاول خیورین گفت به قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد کردن بیش از 250 گرم نوس به سر هر مسافر کلانسال ممکن نیست. در نیمه اول سال 2022 در عموم در فرودگاه‌های استرخان و ولگراد نسبت به مهاجران تاجیک وابسته به کوشش با خود آوردن نوس 42 پرونده مأموری ترتیب دادند و آنها بر اساس قسم یکم ماده 16 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه برای اعلامیه نکردن مال‌هایشان جریمه و مصادره نوس با خود آوردهشان تهدید می‌کند.